شروع همسریابی ما خیلی خیلی خوش اومد. خواهش میکنم. اسم فامیل تو؟ آذرمهر شمس. خانم آذرمهر. بله. خب خانم آذرمهر بره پسر تا یا بره دختر تا برد همسره؟ بره هیچ کدوم. بره برار تا؟ نه بره خودم، مگه خودم آدم نیستم. بره خودم یک مورد خوب پیدا کن. بره خودت. البته سن شما یکم فایلا محدوده. خب شما یک خوبش پیدا کن، من از خجالت در میام. کمیسیون شما محفوظه. چش. خب نوساز بشه یا کلنگی؟ یعنی چی اینا که میگن کلنگی نوساز چیه؟ یعنی پیر بشه یا جوون بشه؟ نه کلنگی به درد نمیخوره. نه حرفش نزن. راست. همون جوونش خوبه، جوون. کلنگی روز یک داستان است. یک روز سقفش نم مزدن، یک روز اوش قد مره، برقش قد مره، گازش قد مره. درد سرش زیاد. خب نگاه یک مورد درون فقط پروانه بهره برداریش بره 1 سال دیگه است. یعنی چی؟ 17 سال شه. بعد 1 سال بستی. نه او به درد ما نمیخوره. شما یک مورد خوبش برامون پیدا کن. نه. خب نگاه یک مورد دیگه درون 25 ساله، آماده کلید، همه چیش مرتب، تمیز. فقط یک مسئله که داره سند نداره. یعنی چی سند نداره؟ اتباع خارجی است. بعد بری کارهای اقامت چه انجام بدی متنی؟ نه مو شوهر ایرانی میخوام. شوهر ایرانی. مو یک ناسیونالیستم. ناسیونالیست. خیلی خوب. نگاه یک مورد دیگه درون 30 سال شه، خوشتیپ، لنگ پولم هست. چقدر میخواه؟ 3 میلیون متی، یک ماه تحویله. بشی یک ماه دیگه تحویل. ده زندونه یارو قاتله، این پولم برای دیش میخواد. نه قاتل نمیخوام. به چم چی بگم؟ فردا بگه بابام چی کاره بوده بگم قاتل بوده. نه به درد ما نمیخوام. پلن میشه داروفتنم داری؟ ها برشی نداشته بشم. مگه چند سالمه ها؟